چیزی که باعث شده که امروز این انسان ها را از خدا دور بسازه او چیز برادرم یک چیز دیوار نفس است و ما مطلق در زندگی خود خدا را فراموش کردیم. دیگه هر کس است، یعنی پدر ما کمی مریض شود شبم خوابمان میبره روزم خوابمان میبره. اگه خانم ما کمی جگرخون شود دیگه ایران راه را گم میکنیم، چی کنیم که پس رو خوش بسازیم. ولی که آیا خدا خوش است می فعلا یا از ما یا نیست، هیچ دقیقی ما شام نیستیم، در یاد ما کسی هم نمیاد که اینمی لحظه با همین اعمالی که من انجام میدم آیا خدا از من راضی است یا خیر، آیا خدا هم واقعا در زندگی من است یا خیر. یاد کسی نمیاد. چرا؟ یعنی دیوار نفس وجود داره. این دیوار نفس سبب قطع رابطه انسان ها با خدا جره. یک دیوار مکمل کانکریتی میشه و رابطه را قطع میکنه. رابطه انسان ها که با خدا جل جلاله قطع شد، یک انسان شیطان صفت میشه. خوارش هم میبینی آدم واری نکتایگکش خوبش یا لنگیگکش خوبش یا سر و صورتش بسیار مقبول، یگان وقت چون هفته هم ندیدش از سر روش بیخی سفیدی و نور واری میباره، در داخلش مطلق یک شیطان صفت انسان است که غیر از ضررش خوبیش به هیچ کس نمیرسه. از موقف خود به خاطر استفاده های مادی میکنه، از موقف خود به خاطر نابودی دیگران استفاده میکنه. در نتیجه انسان ها کل اعمالشان بر اساس دایرکتری شیطان باز تدوین میشه.